سلام دوستای گلم، امروز اومدم با یه ویدیو خیلی خفن که در مورد تنظیمات کالاف هستش و میخوام 0 تا 100 تنظیمات بیسیک کالاف رو بهتون توضیح بدم. قبل از اینکه شروع کنم حتما ویدیو رو لایک کن و دکمه سابسکرایب رو فعال کن. خب وقت رو طرف نمی کنم، لیتس گو. گزینه اول که مال ایمیه که روی انمی میگیره، حدود 5 تا 6% روی انمی بیشتر امروز میکنه و بازیتون رو خیلی بهتر میکنه. الانم دارم براتون تستش میکنم. گزینه بعدی مال وقتی هست که اسکینتون روی زمین دراز میکشه، مثلا برای کمین با اسنایپ یا اینجور چیزاست که ما این گزینه رو آف بکنیم. اسکین رو وقتی که به جلو حرکت میدیم سینه خیز میره و حرکت نمیکنه، حتی اگه ولش کنیم فقط باید دکمه پرش رو بزنیم تا پاشه. ولی وقتی که فعال هستش فقط کافیه به جلو بکشیمش، یعنی به حرکت بندازیمش تا از جاش بلند بشه و شروع به حرکت کنه. این یه چیز سلیقه‌ایه دیگه، هر طور خودتون مایلید. گزینه بعدیش وقتی که آف باشه باید مدام فلش رو بگیریم که اسکین به کدوم طرف حرکت بکنه، ولی برای اینکه به جلو بره باید همش انگشتمون روی صفحه باشه. ولی اگه فعال باشه یه گزینه بهمون اون اضافه میکنه همونطور که میبینید و خود اسکین دیگه حرکت میکنه و نیازی نیست که دیگه من همش انگشتم روی صفحه باشه و جهت حرکت رو بهش بگم. گزینه بعدی هر جایی رو که از صفحه سمت راست لمس بکنید تیر میاد به همونجا، دکمه تیر، و مزاحم بازیتون میشه. گزینه بعدی روی لفت اسکرین کنترل بهتره، حالا شما هر جور راحتین. گزینه بعدیش هم که خاموش و روشنش فرقی نداره و گزینه اوتو اوپن دورز خود در رو خودکار براتون باز میکنه که حتما باید فعال باشه. به نظرم اگه غیر فعال باشه دیگه واقعا خیلی کارو براتون سخت میکنه. این گزینه مال دکمه دراز کشیدن است که به دکمه هاتون اضافه میشه به کلیداتون. به نظر من یک کلید اضافیه، منم ازش استفاده نمی کنم، ولی اونایی که دوست دارن میتونن بذارن و امکانش هست شما با این گزینه راحت تر بتونید بازی کنید.
اگه نمیدونید اسکرینتون چجوری دراز میکشه باید روی همون نشستن نگه دارید تا اسکرین دراز بکشه و من اینجوری راحت‌ترم. خلاصه خودتون میدونید. گزینه بعدی مال پرت کردن نید و دوزا و اینجور چیزاست که 2 تا حالت داره. اگه خاموش باشه وقتی که نید رو پرت کنید یه دونه پرت میکنه با سویچ میکنه رو گان، پرت میکنه سویچ میکنه رو گان. ولی وقتی که گزینه روشن هست پشت هم نیدا رو پرت میکنه و خیلی بازیتون راحت تره. وقتی که روی گان سویچ میکنه خیلی بازی مزاحمتون میشه. با یه دونه نیدم که معمولا نمیشه بازی. گزینه بعدی وقتی روشن باشه دکمه زومتون رو به جهات مختلف میتونید تکون بدید، مثل دکمه تیر که میشه فعالش کرد که به این ور اون ور میکشیدمش و به نظر من که گزینه کاربردی نیست، ولی خب بازم یه گزینه سلیقه‌ایه و بستگی به بازی خودتون داره. البته اگه 2 انگشته یا 3 انگشته هم پلی میدید فکر کنم به دردتون میخوره. گزینه بعدی یکی از پرکاربردترین گزینه هاییه که به نظر من تو کالاف هستش. سرعت چنج گانتون رو خیلی بهتر میکنه و دیگه دیدید بعضی از یوتیوبرها خیلی سریع گانشون عوض میشه. گزینه بعدی فست اسکوپ سویچه که اسکوپ رو سویچ میکنه، یعنی میتونید اسکوپتون رو تغییر بدید. حالا من چون گانامو چیده بودم نمیتونستم اسکوپ بذارم و بهتون نشون بدم، میتونید خودتون توی بخش تمرین امتحان کنید. گزینه که فعال باشه میتونید یارتون رو از پشت دیوار ببینید، یعنی خودش رو که نه، ولی یه جوری حالت ربات آبی میشه و بهتون نشون میده که داره چیکار میکنه. گزینه بعدی چه خاموش باشه و چه روشن فرقی نداره، به بازی کمکی نمیکنه. گزینه بعدی اسلاید هینته که بهتون میگه که چه وقتی اسلاید بزنید و به نظر من آف باشه چون اصلا کاربردی نداره. این دوتا گزینه جفتشون یکیه و جفتشون هم آرمور رو براتون خودکار میزنن تا وقتی که شیلدتون پر بشه و
خلاصه که جفتش آن باشه خیلی گزینه خوبیه، مخصوصا وقتی که تو فاید هستید و میخواید هرچه سریعتر آرمورتون رو بزنید. گزینه بعدی طرز عبور از پنجره و سطح رو تغییر میده. به نظر من همون آف باشه چون کارایی نداره و بازیتون رو سطحش رو امکان داره بیاره پایین. و گزینه بعدیش هم که یه دکمه میاره که برای نشون دادن برای دیدن گانت هست و به نظر من یه دکمه اضافیه. کل بازی میخوای گانتون نگاه کنی که مثلا چی بشه. گزینه بعدی هم وقتی که از یه ارتفاع بلند که جامپ میزنه به پرش رو بزنید، جت پکتون به صورت خودکار باز میشه. ولی اگه گزینه خاموش باشه باید حتما دکمه جامپ رو بزنید تا جت پک باز بشه و بیشتر پلیرها هم این دکمه رو همیشه خاموش میکنن. گزینه بعدیش باید خاموش باشه چون وقتی که دمیج سنگینی میخورید و میخواید سریع آرمور بزنید و برگردید بهتون آرمور 200 پیشنهاد میده و 6 ثانیه هم طول میکشه. توی اون 6 ثانیه هم فکر کنم همه رو میتونن بزنن. این گزینه وقتی که کسی با اسنایپ خطتون رو بگیره از اسکوپش یه نور سفیدی هستش که توی دید قرار میگیره و میفهمید که با اسنایپ میخوان بزنتون. خیلی گزینه کاربردی، حتما آن باشه. بعدی رو آن کنید و از این پایین اگه با موبایل پلی میدید بذارید روی 65 الی 75. اگه با آیپد پلی میدید حتما روی 90 باشه. حالا بستگی به خودتون داره، هرچی بیشتر باشه رجسترتون بهتر میشه. من خودم روی 75 بازی میکنم. گزینه بعدیش وقتی که فعالش کنید بین دنسو دیدید دیگه، الان نشونتون میدم میتونید گانتون رو ببینید ولی وقتی که حرکت میکنید دیگه نمیشه ببینید و اگه این گزینه فعال باشه در حال حرکت هم میتونید گانتون رو ببینید. یه چیز سلیقه‌ایه، اگه ازش استفاده میکنید به نظر من فعال باشه بهتره. گزینه بعدی یکی از گزینه‌هایی است که خیلی ها دنبالشن. وقتی که کنار دیوار هستید معمولا اسکرینتون دیدتون رو میگیره و تا حالا اگه زیاد پلی داده باشید حتما 2-3 بار سر همین باخت دادید، یعنی گیم آور شدید. ولی اگه این گزینه فعال باشه اسکینتون یه جوره حالت نامرئی میگیره به خودش و دیگه جلوتون رو خیلی راحت میبینید. این گزینه خیلی کاربرده، به نظر من حتما فعالش کنید.
گزینه بعدیش مال فینیشر هست که کلا یه گزینه داشت رو من نفهمیدم گزینه بعدیش مال چیه. و گزینه بعدش بازم اینم مزخرفه، بود و نبودش فرقی نداره. گزینه بعدیش هم برای اینه که اسکینتون رو کار کنید که کمتر بشینه و به نظر من بین این سه تا گزینه بهترین گزینهش روی دیفالت هست، ولی میتونید خودتون امتحان کنید ببینید کدوم یکی بهتره. گزینه بعدی اگه 4 انگشته پلی میدید یا 3 انگشته یا 6 انگشته، دیدید که وقتی که دستتون رو کنار گوشی یا آیپد میذارید معمولا اون گوشه های صفحه لمس میشه در حالی که نمیخواید لمس بشه. اگه این گزینه رو فعال کنید خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه و کمتر مزاحمتون میشه. بحث اسکوپ اولی که بذارید یه بار که بزنید روی دکمش اسکوپ باز میشه و باز دوباره بزنید تا بسته بشه. مال همه معمولا همینه. گزینه سومیش، من دومی رو که آخر بهتون توضیح میدم، گزینه سومی میکس جفتشونه. اگه نگه دارید و ول کنید اسکوپ باز و بسته میشه، اگه بزنید باز میشه، بزنید بسته میشه. ترکیبی از جفتشونه. گزینه آخر که کلا اسکوپ از بین میره و اسکوپ ندارید، این گزینه برای اونای خوبه که با اون دکمه بازی میکنم. من از اون دکمه استفاده نمی کنم. و گزینه دومی هم که خودم استفاده میکنم، وقتی که روی اسکوپ نگه دارید اسکوپ باز میشه و وقتی که ول کنید اسکوپ بسته میشه. خیلی بازیتون راحت تره دیگه، نمیخواد دوبار انگشت بزنید روش، فقط کافیه نگه دارید راش بدید و ول کنید. خلاصه که اگه دلتون میخواد بازیتون راحت تر بشه این گزینه رو فعال کنید. دوستان آموزشمون تموم شد، تا ویدیو بعدی بدرود. لایک و ساب فراموش نشه.